من اگر 100 سال خدمت شما بکنم با آخر رسوندن نمیتونم. من منت دارم. من در خدمت شمایم. شما یک به دوشنبه عزیز نظر کنید، این زیبایی در هیچ کجا نیست و نمیشود. این باغ و بستان ها، این زیبایی ها فقط در دوشنبه ما هست. این وطن را باید دوست داشت. اکنون من با تمام آواز در تمام جهان گفته میتوانم که من تاجیکم. تاجیک. در حقیقت تاجیکستان من بهشتی روی عالم است. این را ما ساختیم، این را تو ساختی، این را او ساخت، این را من ساختم، این را ما همه ساختیم. خدایا ما را از این بهشت محروم مساز.